به چنل راز شب خوش اومدید. ملودی هستم، راوی داستان‌های واقعی. مادرم تو دوران نامزدیش باردار شده بود و وقتی خانواده‌اش متوجه این موضوع شدن به پدرم گفتن تا آبروریزی نشده هرچه زودتر باید عروسی بگیری و الا مجبوریم لیلا رو ببریم پیش قابله روستا تا بچهش رو سخت کنه. پدرم به خاطر اینکه عاشق مادرم بود و دوست نداشت اتفاقی براش بیفته سریع تدارک عروسی رو دید و بعد از چند شبانه روز جشن و پایکوبی مادرم در سن 16 سالگی به عنوان عروس خانواده مشاور خان زندگی مشترکش رو تو یکی از اتاقایی که براش در نظر گرفته بودن شروع کرد. مامانم میگفت تو دوران حاملگیش همه توجهشون به اون بوده. بهش میگفتن که تو بار شیشه داری و باید حواست باشه چون این بچه نوه اول ماست. همه منتظر بودن که نوه اول مشاور پسر باشه. ولی با به دنیا اومدن من همگی دل سرد شده بودن. با همه این حرفا بابام عاشقم بود. به همه میگفت دختر برکت زندگی و نور و چراغ خونمه. ایشالله که بچه بعدمون پسر میشه. من اونقدر دختر خوشگل و نازی بودم که بعد از یه مدت بتونم خودم رو تو دل همه جا کنم. خصوصا از زمانی که شیرین زبونی هامو شروع کرده بودم. از نظر ظاهری خیلی شبیه مادرم و برادر دوقلوش بودم. دایی رحمان عاشق من و مامانم بود. از بچگی روی پا و دوش دایی بزرگ شدم. تو هر فرصتی می اومد پیش ما و رابطه خیلی خوبی با مادرم داشت. پدرم هم بهش یه مسئولیتی داده و دستشو بند کرده بود. وقتی که داییم 18 سالش شد رفت خدمت سربازی. تو همون سال مادرم دوباره حامله شد و این بار به جای یه پسر 2 پسر خوشگل و سفید و توپل مپل به دنیا آورد. یادم بعد به دنیا اومدنشون چند تا گوسفند زمین زدن و تا چند روز غذا میپختن و آبادی رو خرج میدادن. پدرم از پسر دار شدنش خیلی خوشحال بود ولی این شادی باعث نمیشد تا منو فراموش کنه. البته من تا قبل به دنیا اومدن حسن و حسین جایگاه خودم رو تو دل همه باز کرده بودم و ورود هیچ تازه واردی نمیتونست جای منو تعیین کنه. 8 ساله بودم که پدرم دوباره ازدواج کرد. اونم با دختری که مادرش براش پیدا کرده بود. چند همسری تو روستای ما چیز عجیبی نبود. بعد از ازدواجش رابطه پدر و مادرم شکراب شد. نو عروس بابام دوست نداشت که خیلی پیش ما بیاد و یه جورایی بهمون حسادت میکرد. خصوصا اینکه با به دنیا آوردن پسرش شده بود سوگلی مباشر. مادرم پاشو کرده بود تو یه کفش که من دیگه تو این خونه نمیتونم بمونم. باید برای ما یه خونه جدا تهیه ببینی و الا خودم و بچه‌هامو سر به نیست میکنم. پدرم هم از ترس آبروشو به خاطر ما و برای اینکه با خانواده جدیدش بیشتر وقت بگذرونه ما رو برد به یه خونه دیگه. با این کار ما رسما بی پدر شده بودیم. بابام هفته یه بار به همون سر میزد و تو همون یه روز مادرم اونقدر باهاش سرد رفتار میکرد که اونم پشیمون میشد و این سرکشی ها تبدیل شد به چند هفته یک بار. اونم در حد یک چای خوردن. با نقل مکان کردن ما دایی رحمان به پدرم گفت من میرم پیش آبجیم و بچه هام تا حواسم بهشون باشه. بابامم از خدا خواسته برای اینکه از زیر بار مسئولیت زن و بچه‌ش شونه خالی کنه قبول کرد. دایی رحمان بار و بندیلش رو جمع کرد و اومد با ما زندگی کنه. در ظاهر تو رفاه کامل بودیم. از خورد و خوراک و پوشاک چیزی کم نداشتیم. ولی نبود پدرم سخت بود. مادرم اونقدر در گوشمون از بابام و زن و بچه‌ش بد گفته بود که ما هم ازشون متنفر شده بودیم. زمان به سرعت سپری می شد. دیگه 15 ساله شده بودم. یه دختر به قول بابام همه چی تموم. زیبا و قد بلند و تر و فرز و سر به هوا که سر و گوشم هم حسابی می جنبید. پسرای روستا چششون دنبال من بود و من دل و فکرم دنبال دایی رحمان. اونقدر که وقتی میخواست ازدواج کنه انگار قرار بود سر من هوو بیاره. دلم نمیخواست که دایی رحمانم ازدواج کنه. اصلاً هم از زنش خوشم نمیومد. قطعاً اونم همچین حسی به هم داشت. چون هر زمان میرفتم خونه‌شون و از سر و کول دایی بالا میرفتم و واسش لبندی میکردم حسابی هرس میخورد.
10 بار علنی گفت ماه رو خجالت بکش، دیگه بچه نیستی اینجوری رو پای داییت میشینی و خودتو براش لوس میکنی. مدام غر میزد و دایی رحمانم میگفت چی کار به کار بچه داری زن؟ زن دایی مرزیم با طعنه و یه پوزخند گفت چی؟ بچه؟ مادرش همسن و سال این بود شوهر و بچه داشت. هر چقدر اون به رابطمون حسادت میکرد من مشتاقتر میشدم که خودم رو بندازم وسط زندگی زناشوییشون. تا اینکه یه شب خونه‌شون بودم که بارون شدیدی گرفت و صدای رعد و برق باعث شد نصف شب از ترس برم تو اتاقشون و داییمو بغل کنم. اونقدر ترسیده بودم که اون شب همونجا بین دایی و زندایی خوابیدم و تا صبح بغلش کردم. دمدمای صبح حس کردم یه دستی آروم از زیر لباسم داره بدنمو لمس میکنه. خودمو به خواب زدم تا ببینم آخرش چه اتفاقی میفته. اولین بار بود که دست یه مرد به اندامهای خصوصی میخورد و داشتم لذت میبردم. چشمامو آروم باز کردم و دیدم داییم چسبیده بهم. تا متوجه شد که بیدار شدم دستشو گذاشت روی دهنم و منو دعوت به سکوت کرد. منم از خدا خواسته با احتیاط بدون اینکه زنش بیدار بشه خودمو سپردم به دستش و اجازه دادم تا نوازشم کنه. از هیجان تمام بدنم داشت میلرزید. به زور نفسامو کنترل میکردم. اون شب شروع اولین رابطه نصف نیمه من و دایی رحمان بود. صبح که بیدار شدم دیدم یه جور دیگه نگام میکنه و قشنگ معلوم بود که از کاری که انجام داده حسابی راضیه. البته منم ناراضی نبودم. یه دختر 15 ساله در اوج بلوغ و نیاز به جنس مخالف که عاشق داییشم بود. مرزی بابت اینکه دیشب رفته بودم تو رخت خوابشون خیلی شاکی بود و علنی به هم گفت آخرین بارت باشه همچین کاری میکنی. دیگه حق نداری شبا اینجا بمونی. چه معنی داره دختر با این قد و قواره به خودش اجازه بده تا صبح تو بغل داییش بخوابه؟ همون جور که داشت با خودش غرغر میکرد داییم سرش داد زد و گفت بس دیگه زن چه خبرته؟ چقدر چرت و پرت میگی؟ مهرخ مثل دخترمه تو دیوونه شدی؟ بذار یه چیزی بهت بگم. من اگه از تو بگذرم از خواهرم و خواهرزاده هام نمیگذرم. اینو تو گوشت فرو کن. هر وقتم لازم باشه ببینمشون خودم میرم خونه خواهرم. تو هم حق نداری پاتو بذاری اونجا. دیدم داره دعوا راه میفته با گریه گفتم دایی لطفا منو ببر خونم. چشمکی به هم زد و گفت برو آماده شو ببرمت. یه نیشخند ریزی زد و رفت که ماشین رو روشن کنه. منم با حالت قهر و گریه لباسامو عوض کردم و بدون خداحافظی از در اومدم بیرون. تو یه راه جفتمون ساکت بودیم. انگار تو سکوت خواسته ها و حرفامونو به هم میزدیم. دایی مرد خوش‌هیکل و خوش‌قیافه‌ای بود که هر دختری آرزو داشت که باهاش باشه. پس چرا من این کارو نکنم؟ داییمه که داییم باشه. تو همین فکرها بودم که وسطای راه دیدم مسیر رو عوض کرد و زد به بیراهه‌ای که میرفت سمت یکی از کلبه‌های روستایی پدرم. میتونستم تصور کنم چه برنامه‌ای داره اما هیچی نگفتم. تو دل و فکرم قوقایی به پا بود، استرس داشتم. تو همین حال و هوا بودم که دیدم با دست راستش داره پاهامو نوازش میکنه. گفت مهرخ دوست داری مال من باشی؟ بدون هیچ فکری گفتم آره از خدامه. گفت پس این راز باید تا ابد بین خودمون بمونه. اگه کسی بفهمه خصوصا پدرت منو میکشه. سری گفتم خیالت راحت به هیچ کس هیچی نمیگم. ماشین رو دور از کلبه پارک کرد. گفت اول من میرم بعد تو بیا. هرچند اینجا کسی نیست اما باید حواسمون رو جمع کنیم. با فاصله از هم وارد کلبه شدیم. وقتی رفتم تو کلبه و در رو بستم دیدم دایی رحمان لباساشو در آورده و منتظر منه. راستش اولش با دیدن هیکل لخت دایی خجالت کشیدم. تا به حال هیچ مردی پیش روم لباساشو در نیاورده بود. آروم اومد سمتم و بغلم کرد و شروع کرد به بوسیدنم و لباسامو در آورد. داشتم از هیجان میمردم. به وضوح صدای ضربان قلبمو میشنیدم. چقدر منتظر این لحظه بودم و تو رویاهام بارها تجربهش کرده بودم. دایی مرد قوی و کاربلدی بود. هیچ وقت اون روزو فراموش نمی کنم که چطور از اشتیاق و لذت و هیجان باهاش رو ابرا سیر می کردم. اصلا دلم نمیخواست زود لباسمو بپوشم و برم خونه.
دوست داشتم تا ابد سنگینی بدن مردونش رو روی تنم حس کنم. اما مجبور بود که منو سریع ببره خونه و الا زنش به مادرم زنگ میزد و همه چی رو خراب میکرد. بهم گفت هر وقت فرصت مناسب پیش بیاد میایم اینجا و عشق بازی میکنیم. ولی باید حواسمون باشه که یه وقت باردار نشیم. از شنیدن این حرف تنم لرزید. راست میگفت. اگه تو یکی از این رابطه ها حامله میشدم پدرم سرمو میذاشت روی سینم. اون روز اصلا تو حال خودم نبودم. لپای سفیدم از هیجان گل انداخته بود و گیج و منگ بودم. جوری که مامانم متوجه حالتم شده بود و هی ازم پرسجو میکرد که چی شده. 6-7 ماه از شروع رابطمون میگذشت. به بهونه‌های مختلف وسطای ظهر که روستا خلوت بود و معمولاً همه خواب بودن با هم میرفتیم توی اون کلبه و عشق و حال میکردیم. دیوونه بدن هم بودیم و انگار که بعد از هر رابطه مورفین تزریق کرده باشیم. گیج و منگ و مدهوش میشدیم. کم کم از غیبت‌های گاه و بیگاه هم مادرم بهم شک کرد. فکر میکرد با یکی از پسرای روستا ریختم رو هم و مرتب سینجینم میکرد که از جواب دادنش تفره میرفتم. تا اینکه یه بعد از ظهر گرم تابستون که تو بغل داییم در اوج لذت بودم با شنیدن صدای جیغ مادرم از رو ابرا پرت شدم وسط زمین. نگو مامانم تعقیبم کرده بود و درست سر به زنگاه مچمو گرفت. اونم تو چه وضعیتی، لخت بغل برادرش. مادرم جیغ میزد و با گریه جفتمون رو نفرین میکرد و من و داییم سعی میکردیم لباسامون رو پیدا کنیم بپوشیم. نمیدونستم باید چی کار کنم. هیچ توضیحی نداشتم. فقط صدای دایی رو میشنیدم که میگفت آبجی آرومتر، ساکت شو بذار توضیح بدم برات. اما انگار مادرم دچار شد که عصبی شده بود. مرتب به دایی میگفت خاک بر سرت کنم، چه غلطی کردی، آبرومونو بردی. اگه باقر بفهمه هممونو بدبخت میکنه. به من میگفت ذلیل مرده هرزه، آخه آدم قحطی بود با داییت. تو اصلا میدونی این کیه بی حیا؟ تا این جمله رو شنیدم گوشام تیز شد. یعنی چی؟ یعنی چی که داییم کیمه؟ دایی رحمان با دستش دهن مادرم رو گرفت که بیشتر از این حرف نزنه، ولی هیچی جلودار مادرم نبود. با صدای مبهم از لای انگشتای داییم فریاد زد مردشون اون ریخته نحس تو ببره، این مرتی که باباته. این حرف رو زد و هر ستامون لال شدیم. داییم همونجا 2 دستی کوبید تو سرش و به مادرم گفت خدا ازت نگذره، مگه قرار نبود این رازو با خودت به گور ببری؟ مثل جن زده ها به جفتشون نگاه میکردم. مغزم هنگ کرده بود. یعنی چی داییت باباته؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ مادرم با زندگی خودش و من چیکار کرده بود؟ چشمام از تعجب از حدقه زده بود بیرون و همینجور اشک میریختم. با لکنت زبون پرسیدم دروغ میگی؟ این نمیتونه حقیقت داشته باشه. مادرم گفت بخت برگشته، حقیقت داره. من زمانی که با اون بابای نامرد نامزد بودم عاشق برادرم شدم. بعد از اولین رابطه با بابا دیگه هیچ مانعی بین من و این بی همه چیز نبود. بعد از چند بار نزدیکی من ازش تو رو حامله شدم که انداختم گردن بابات. حالا اومده تو رو زیر پر و بالش بگیره. حالا نوبت تو شده. حالا میخواد شکم تو رو بالا بیاره. با شنیدن واقعیت تلخ زندگیم داشتم دیوونه میشدم. حسابی زدم زیر گریه و از اون کلبه منحوس بی هدف فرار کردم. همینجور میدویدم که رسیدم لب جاده و سوار اولین ماشینی شدم که جلوی پام ترمز کرد و باهاش رفتم به یه شهر دور. سوی سرنوشت نامعلومم. حالا بعد از 1 سال و نیم با بچه‌ای که ثمره عشق نافرجام و منحوس من و دایمه تحت پوشش یه پیرزن به همراه چند تا دختر فراری دیگه مخ مردای پولدار و متأهل و میزنیم و با گرفتن فیلم و عکس حین رابطه ازشون اخاذی میکنیم. نمیدونم چه عاقبتی در انتظار من و دخترمه. ولی امیدوارم حداقل اون به سرنوشت من دچار نشه. مطمئناً بعد از فرارم خانواده‌ام خیلی دنبالم گشتن. اما دیگه دلم نمیخواد هیچ کدومشون رو ببینم. اصلاً برام مهم نیست چه بلایی سرشون اومده. حالا نمیدونم نسبتم با دخترم چیه. خواهرشم،
یا اینکه مادرش. دوستان ممنون که شنونده داستان‌های راز شب هستید. اگر تا به الان عضو چنل ما نشدید لطفاً از پایین همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله رو بزنید و با لایک و کامنت و شیر کردن داستان‌های واقعی از چنل خودتون حمایت کنید.